چرا ما همیشه به جامعه جهانی تکیه میکنیم؟ چرا همیشه ما از دنیا انتظاری ها داریم گویا که جامعه جهانی دلش برای ملت ما، برای مردم ما، برای خلق ما میسوزد و حتی مخالفین هم کوشش میکنند که به یگان کشور خارجی تکیه کنند. چرا در این روزهایی که در بدخشان مردم قتل عام شدند و ده ها و صدها نفر مردم سربلند بدخشان انتظار یک کمک کوچک هستند، آنها میخواهند که از دهشت از زندان فرار کنند و برای آنها فقط ویزا به یک کشور اروپایی و یک کشور امن در کار است و بس. اما چرا یگان سفارتخانه در تاجیکستان به نام چراغ سبز یک برنامه را آماده نمی کند که آنهایی که جانشان در خطر است به یگان کشور امن روند و زندگی خودشان را دوام دهند؟ چرا ما همیشه همین خطا را تکرار میکنیم که گویا که یک کشور پیدا می شود که ما را به اسبهای بادهای سفید سوار میکند و میبیارد به تخت حکومت میشناند؟ چرا تا امروز کشورهای به نام دموکراسی یک حکومت دیکتاتوری را دستگیری میکنند؟ چرا و چراهای دیگر؟ درود بر شما هموطنان عزیز، اینجا برلین و من دادا جان اتابولایف. دقیقاً ما یک ملتی بیگانه پرست هستیم. بله، مهمانداری خوب است. من طرفدار آن هستم که یک مسافر، یک مهاجر، هر کس به کشور ما باید خوب پذیرایی کنیم، مهمانداری کنیم. اگر راه رو پرسد، راه رو نشان دهیم که در یک که همون سیاح یا همون مسافر با یک تصورات خوبی از وطن ما برگردد. اما گفتار من امروز درباره خارجی هایی هست که وظیفهشان به اعلامیه های خودشان توسعه دموکراسی، حقوق انسان، حمایت از رسانه های آزاد و غیره و هاکذا، همون شعارهای زیبایی است که همه ما میدانیم. اما بدبختانه هم سفارت‌های غربی، هم تشکیلات‌های به نام غیر دولتی یکی به تاجیکستان میآیند، بدبختانه برای مردم تاجیکستان کاری نمی‌کنند. یک بخش آنها اگر به یک فیلیال یا شعبه حکومت بدل گشته باشند، بخش دیگرشون به کارهای مشغولند که اصلا چهارم درجه، پنجم درجه هستند. مثلا چند روز پیش یک تشکیلات، نمیخوام نامش رو گویم، حسابات می‌نویسد که در تاجیکستان چند حاجتخانه گشوده است و مخالفین تاجیکستان هم مثل حکومت تاجیکستان و همین خارجی ها به کشورهای غربی مخصوصا همشون به یک خواجه مراجعت میکنند و هیچگاه از نقص و کمبودهای آنها نمیگویند. برای همین سفارت های غربی، تشکیلات های غربی هر کاری که در تاجیکستان خواهند میکنند که این همه ضد همون اعلامیه های هست که کشورهای آنها قبول کرده است، ضد همون ارزش های هست که در کشورهای خود آنها مقدس به حساب می‌آیند. حکومت تاجیکستان هم دیگه خوب یاد گرفته است که با اینها چه مناسبت کند. برای یک گروهش که یک کشوری که در اونجا فساد، کروس رونق یافته است، وادار میکنند که اونها به کروپسه یعنی به فساد مشغول شوند. و گروه دیگر اونها تیار میکنند، مثلا یک فوکس دارند، دخترای زیبا هستند که وظیفهشان در سفارت ها در بین خارجی ها گشتند و با اونها رمانهای عشقی ایجاد کردن است که در روز مبادا حکومت تاجیکستان به ضد دوستان غربی خودش و دوستان شرقیش استفاده میبرد. در ابتدای به سر قدرت آمدنش امام علی رحمان با نظری
سازمان های غربی به نظر سفارت ها ارج میگذاشت. بعدا این بازی سیاسی رو خوب یاد گرفت و فهمید که با اینها هم میتوان با اصول های خودشون بازی کرد و دیگر پروایی ندارد. شما ببینید در همین 30 سال چند محبوس سیاسی آزاد شد. در همین 30 سال آیا کشورهای غربی یگان افتخار برای تاجیکستان دارند که یک رسانه آزاد برای انداخته باشند، یک کار کرده باشند، یک نهاد ساخته باشند که واقعا هم دموکراسی باشد، هم به استانداردهای بین‌المللی جواب گوید؟ و باز تکرار میکنم و آنها گویند که این باعث افتخار ما است. اپوزیسیون تاجیک به جای ایراد گرفتن به همین سفارت ها، به همین سازمان ها، به همین کشورها، اینها هم در نزد همونها تعظیم میکنند، به دایره همونها میرقصند و هم امیدوارند که شاید یک گرند گیرند و یک کار خودشون رو پیش برند. یگانه عملی که غربی ها و فاند و تشکیلات های آن در تاجیکستان ایجاد کردن این فرهنگ طلبندگی است. وقتی که کشوری ما گرفتار احتیاج است، وقتی که کمبغلی داری همه را میکوبند، به هر یک خارجی چون با یک نجات بخش در تاجیکستان مناسبت میکنند. کارمند یکی از سفارت ها به من گفته بود که برای من بسیار علم‌آور بود. دادا جان، چی وضع است در تاجیکستان وقتی که به کسی وا میخوری فقط یک چی میکند، یک چی خواهش میکند، یا به من ویزا درست کنید که من ترک این وطن کنم، یا برای من یگان گرند دهید، یگان کمک کنید، یگان کمکی مالوی کنید. و حتی دختران تاجیک برای من بسیار علم‌آور بود. خودشون پیشنهاد میکنند که آماده هستند معشوقه یک خارجی باشند به خاطر آن که این خارجی به آنها یاردم کند. و بدبختی دیگری که حالا ما از آن دانسته یا نادانسته چشم میپوشیم، این به یک کشوری سکس توریسم بدل شدنی تاجیکستان است. در بسیار سایت ها هستند، سامانه هایی هستند که ریکلام میکنند که اگر شما میخواهید که با دخترای بهترین و نرخ ارزانترین همخوابه شوید، مرحبا به تاجیکستان. امروز قیمتی یک بانوی تاجیک، قیمتی یک دختری تاجیک برای یک خارجی بوین 20 10 و 30 دلار قدر دارد. چندی پیش چندین ژورنالیستان را زندان کردند. اگر اینها در زندان پوسند، در زندان بمیرند و در زندان قبر کنند، از طرف کشورهای غربی، از طرف کشورهای بنام دموکراسی، بغیر از اظهارات پوچ ما دیگر حرفی نخواهیم شنید. یا فاجعه بدخشان، هنوز اشک مادران بدخشان خشک نشده است، هنوز اشک طفلکان بدخشانی خشک نشده است، ولی شکار بدخشانیان ادامه دارد. من میدانم که امروز مردم بدخشان میخواهند که از روسیه، از تاجیکستان برای نجات خودشان فرار کنند، اما یگان کشور غربی آماده نیست که برای برادران و خواهران بدخشانی ویزا دهد، اقلا برای 3 ماه، برای نیم سال، برای 1 سال و یا برای 2 سال. هزار گفته به یک کردار نیست میگویند. وقتی که ما این همه را میبینیم و امروز در کشورهای اروپایی هستیم، دیگر گمان میکنیم که همه آرام است و خود فریبی میکنیم. مردم را هم فریب میدهیم. مردم را ما از اروپا استاده به انقلاب دعوت میکنیم و وقتی که مردم زندانی شدن، وقتی که مردم کشته شدن، ما دیگر خودمان را موسیقی بیگناه میگیریم. در قتل و کشتارها
در تعقیب هایی که همین روز از روز بیشتر میگردند، در قطار حکومت نمایندگان مخالفت بعضی گروه های سیاسی هم واقعا گناهگار هستند. اینها بودند که مردم را به میتینگ دعوت کردند، اینها بودند که مردم را به میدان خواندند و وقتی که مردم به میدان آمد و وقتی که مردم گرد همایی کرد و وقتی که این مردم کشته شدند و زندان شدند، دیگر همه خاموش هستند. سرنوشت ما در دست خود ما است. یگان کشور، یگان ابد قدرت یا بی قدرت در همه ما نیست. یگان نفر اینها اشک شما را، اشک فرزندان شما را نمیبینند. ما باید تنها تکیه به خود کنیم، تنها تکیه به خدا، تکیه به خلق و تکیه به خود. راه دیگری نیست. خدا به همراه و تا دیدار در دوشنبه.